سلام. همونطور که راجع به خودم و خانوادم پرسیده بودین، از شغل بابام شروع میکنم. بابام وارد کننده زعفرونه. رستوران ارکیده برای ماست. همه شعبه هاش، بیشتر خودمون شعبه آرژانتینش رو میریم. خیلی داری خواهیم یه خبره ارکیده مال بابام. کم کم داره میگه کل تهران مال بابام. خونه ما 400 متر فرنگ. راجع به ورزش و تعطیلات پرسیده بودیم. ما جمعه ها خانوادگی 6 میریم کوه، 9 برمیگردیم. خیلی زره عمو معمولا مامانم هم 6 ماه ایرانه، 6 ماه کانادا، الان 6 ماهش توی کاناداست. بعد این برو باید ما تو کانادا در پنتا. مامانم کلینیک زیبایی داره، خواهرام دکترم. ازم پرسیده بودین چیو نمیشه با پول خرید. این کلیپ یه نمونهشه. صفا و صمیمیتی که توی خونه است و نمیشه با پول خرید. شما بهم بگید دیگه چه چیزایی رو با پول نمیشه خرید؟